دستیار هوشمند تو اطلا. سلام، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه اطلو. سلامی به گرمی عشق، به شیرینی لبخند و به بلندای موفقیت. خیلی خوشحالم و پر از ذوق که من میلاد به همراه همکارم نگار ویژه برنامه اطلو تایم رو برای شما بینندگان عزیز اجرا میکنیم. این برنامه مخصوص شماست، شمایی که میخوایم کسب و کار خودتون رو به جهانیان معرفی کنید. خب اصلا سوال بینندگان شاید این باشه که اطلو چیه؟ خیلی هم سوال خوبیه. اطلو یک دستیار هوشمنده. داستان اطلو برگرفته از پسر بچه‌ایه که توی کودکی خودش خیلی سوالها داشته. حالا ما راجع به این یک موشن داریم، بهتره که همین ابتدای برنامه بریم و موشن رو با هم ببینیم تا بینندگان هم دقیقاً داستان ما رو بدونن و بقیه راه رو با هم همراه باشیم. پس با هم بریم ایده‌ای که برگرفته از اونه برای برنامه اطلو رو با هم ببینیم. بچه که بودم یه روز چیزی اومد خونمون که تا اون روز ندیده بودم. اسمش تلفن بود. قدم بهش نمیرسید و همیشه از پایین بهش نگاه میکردم. یه روز فهمیدم اگه اونو دم گوشم بگیرم و بگم اطلاعات لطفاً، یه صدایی از داخلش به تمام سوالاتم جواب میده. تمام دوران کودکی من با تمام دغدغه‌های ریز و درشتش با آرامش گذشت، چون همیشه یه اطلاعات لطفاً اونجا بود که جواب همه سوالات منو بده. من بودم چارپایه تلفن و اطلاعات لطفاً. دوران کودکی گذشت و این داستان الهام بخش ما شد برای ایجاد اطلو. اطلو یه سوپر اپلیکیشنه که میتونه دستیار هوشمند تو باشه. اطلو دستیار هوشمند تو. چه برنامه جذابی بود. همون جوری که فکر میکنم این داستان برای ما جذاب بود و الهام بخش این شد که اطلو رو بسازیم، برای بینندگان هم همینقدر باید جذاب و قشنگ بوده باشه. بله قطعاً. منو که برد به دوران کودکی خودمون، زمانی که نیازمند یک چیزی بودم، مثلا یک چیزی که خیلی دوست داشتم میخواستم داشته باشم، اون فشارهای ذهنی، فشارهای عصبی که تو دوران کودکی برامون میومد، مجبور بودیم به سمت پدرم برم. من خودم مجبور بودم به سمت پدرم برم، به سمت مادرم برم، دست به دامون مادرم بشم که مثلا فلان چیز رو برای من بخر، فلان چیز رو برای من تهیه کن. اما امروزه همه ما هم به همین نیازهایی که اون دوران کودکی داشتیم الان داریم. اما به یک شکل دیگه، با توجه به اینکه تکنولوژی پیشرفت کرده و زندگی ها مدرن تر شده، به نظر من هممون به یک مشاور، به یک دستیاری که همیشه کنارمون باشه تو هر لحظه از زندگی نیازمندیم. میلاد، اطلو واقعا یه دستیار هوشمندیه که به نظر خود من هیچ سن و سالی نمیشناسه. یعنی کوچیک، بزرگ، پیر، جوون، هر کسی که توی هر جایی نیاز به یک متخصص داره، بله. به یک مشاوری که واقعا تخصص کافی توی اون زمینه داشته باشه، میتونه به راحتی با اطلو کارش رو انجام بده. ماها هممون یه سری تجربیات خیلی تلخ داشتیم از کارهایی که دوست داشتیم انجام بدیم، ولی چون فردی رو نمیشناختیم که تخصص کافی داشته باشه توی این زمینه به ما مشاوره کافی رو بده، با شکست‌هایی مواجه شدیم که واقعا تجربه تلخی شد. ولی من فکر می‌کنم با اومدن اطلو این تجربیات تلخ برای همه حذف بشه و همه به راحتی بتونن از هر فردی که توی حیطه خودش متخصصه استفاده بکنن و مسیری رو که میخوان به راحتی طی بکنن. در واقع ذهنیت تلخ و دغدغه‌های این چنینی رو دیگه باید بذاریم کنار. دقیقاً. با اومدن اطلو میتونیم این کتاب رو ببندیم و به راحتی خودمون رو به دست اطلو بسپاریم. خیلی هم عالی. در واقع سوپر اپلیکیشن اطلو دستیاریه که تمامی نیازهای امروز ما رو میتونه خیلی راحت حل بکنه. توی همه زمینه ها البته. بله قطعاً. توی زمینه‌هایی مثل سرمایه‌گذاری، توی زمینه‌هایی مثل پزشکان، یعنی اگر ما به یه پزشک متخصص نیاز داریم، چه البته اینو باید بگیم، چه از لحاظ موقعیتی، یعنی اگر که جایی که هستیم میخوایم دور اطرافمون باشه، چه از لحاظ اینکه از یک جای دیگه به یک جای دیگه میخوایم بریم و پزشک مد نظرمون رو پیدا بکنیم، در واقع مهاجرین دقیقاً به کشورهای میتونیم که خیلی راحت این کار رو انجام بدیم. برای کسایی که مثل من عاشق شکمشون هستن هم رستوران‌های خوب، مثلا
چه تو کشور خودمون ایران و چه تو کشورهای دیگه بخوایم رستورانی رو پیدا کنیم که غذای خوبی بخوریم و راضی باشیم از غذایی که خوردیم، این اپلیکیشن بهترین راه رو میتونه به ما نشون بده. در مورد سالن‌های زیبایی مختص خانوما، وقتی دوست دارن برن یه کاری انجام بدن و بهترین باشه، خیلی راحت میتونن با اطمینان خاطر اتلو رو انتخاب بکنن. چرا؟ چون اتلو نظراتش به راحتی بازه برای همه و همه از هر به قولی شخصی که دارن مشاوره میگیرن یا کارشون رو انجام میدن میتونن راجع به اون برن و نظرات خودشون رو بنویسن تا بقیه هم به راحتی از روی نظرات بقیه بتونن که به اون شخصی که میخوان اطمینان کامل رو بکنن و کارشون رو به اونا بسپرن در واقع. خب با توجه به اینکه توضیحات جامعی رو داریم در مورد برنامه اتلو، بخش‌های متنوع و جالب که ما داریم تو هر برنامه میخوایم اجرا کنیم رو بهتر برای بینندگان عزیز توضیح بدیم. آره حتما، چرا که نه. البته این ویژه برنامه ماست، ولی ما بخش‌های مختلف برنامه رو میگیم تا در هفته‌های آتی شما بیشتر با ما آشنا بشین و اینکه ما بخش‌های غافلگیر کننده داریم، یعنی قرار نیست که تمامی برنامه‌های ما به صورت یکسان پخش بشه. بله قطعا بخش‌های ما ثابت نیست. ما یه بخش‌های ثابتی رو داریم اما هر هفته با یک سورپرایز مهمون چشمان گرم شما هستیم. خب بریم که بخش‌های مختلف برنامه‌مون رو با بینندگان عزیز به اشتراک بذاریم. بله قطعا. بخش جذاب اخبار که به بررسی مهمترین رویدادهای روز و هفته در حوزه‌های هنری، علمی و فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژی میپردازه. بله، بخش مهم داستان‌های موفقیت. شما میتونین داستان‌های موفقیت خودتون رو با چالش‌ها و تجاربی که داشتین با میلیون‌ها ایرانی کنار ما به اشتراک بذارین. بخش برتر اتلو استار. در این بخش به کسب و کارهایی که بیشترین استار رو از کاربرای ما گرفتن میپردازیم. بخش مهم و ویژه مهمان همکلام. ما هر هفته یک مهمان ویژه داریم که در حیطه‌های مختلف تخصص‌های خودشون میان و اینجا تجارب خودشون رو با ما به اشتراک میذارن تا بتونیم کنار همدیگه باشیم و از تجاربشون لذت ببریم و شاید برای پیشبرد اهداف شما هم مفید باشه. خب پس الان با هم بریم اخبار تکنولوژی رو ببینیم. بله بخش اول برنامه‌مون اخبار و تکنولوژی رو بریم برگردیم. ببینیم و برگردیم. رونمایی متا از هوش مصنوعی جدید برای ترجمه همزمان ریلز اینستاگرام. مارک زاکربرگ مدیرعامل شرکت متا در رویداد سالانه لایو استریم از یک ابزار جالب رونمایی کرد که از هوش مصنوعی برای ترجمه خودکار ویدیوهای ریلز اینستاگرام به زبانهای دیگر استفاده می‌کند. طبق گفته متا این تکنولوژی نه تنها محتوای ویدیوها را ترجمه می‌کند بلکه صدای گوینده را در زبان دیگری شبیه سازی کرده و حرکت لب‌ها را نیز با صدای گوینده هماهنگ می‌کند. اضافه شدن قابلیت یادآوری و ترجمه زنده به عینک هوشمند متا در رویداد کانکت قابلیت‌های ترجمه زنده و نمایش یادآور که همگی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند را در عینک ریبن خود به نمایش گذاشت. با سیستم یادآوری عینک می توانید به آیتم‌های موجود در محیط اطراف خود نگاه کنید و از هوش مصنوعی متا بخواهید که در مورد آنها یک یادآوری جدید ثبت کند. و قابلیت ترجمه زنده که متا قرار است تا پایان سال 2024 ترجمه زنده را در زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی به عینک ریبن خود اضافه کند. شبیه سازی صدای افراد مشهور توسط هوش مصنوعی متا. مدیرعامل شرکت متا در رویداد متا کانکت اعلام کرد صدای برخی افراد مشهور نظیر جان سینا، آکوافینا و کریستیان بل به چت‌بات هوش مصنوعی خود در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک را اضافه کرده. در حالی که وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که شرکت متا برای استفاده از صدای افراد مشهور به هر یک از آنها میلیون‌ها دلار پول پرداخت کرده است. شبکه HBO از هویت ساتوشی ناکاموتو رونمایی کرد. مستند جدید شبکه HBO که به دنبال افشای هویت ساتوشی ناکاموتو بود، پیتر تاد، توسعه دهنده نرم افزار بیت کوین کور را به عنوان خالق این ارز دیجیتال معرفی کرد. پیتر تاد که قبلتر هم این خبر را تکذیب کرده بود، مجدداً اعلام کرد من خالق بیت کوین نیستم. حمایت همه جانبه ثروتمندترین فرد جهان از ترامپ.
ایلان ماسک برای نخستین بار در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در کنار او روی صحنه رفت و با هیجان ترامپ رو ستایش کرد. او در سخنان خود ترامپ رو تنها فردی دونست که میتونه دموکراسی رو در آمریکا حفظ کنه و در انتها، در حالی که کلاه کارزار انتخاباتی ترامپ رو بر سر داشت، اعلام کرد که اگر ترامپ در این انتخابات پیروز نشود، این آخرین انتخابات آمریکا خواهد بود. چه اخباری رو با هم دیدیم. میلاد، دقت کردی روز به روز هوش مصنوعی چقدر پیشرفت میکنه؟ هم انسان رو میترسونه، هم چیزای قشنگی داره ارائه میده. بله، هر روز داریم با تکنولوژی برتر به سمت آینده‌ای میریم که تو گذشته‌های خیلی دور برایمون در واقع میشه گفت یک آرزوی دست نیافتنی بود، ولی الان داریم میبینیم که روز به روز داریم به آرزوی دست یافتنی تر تبدیل میشه برامون. مثلا همین که بخشایی رو که دیدیم در مورد ترجمه به هر زبونی، عینکی که صحبت‌ها رو برامون ترجمه میکنه به صورت نوشتاری، بله، یا مثلا ثروتمندترین مرد دنیا میاد الان توی حاشیه انتخابات آمریکا هم که هستیم، بایدن و ترامپ نظراتی میده که اینها هم البته اینو میدونین که من این دلیلش اینه که ایلان ماسک یکی از بزرگترین اشخاصیه که از هوش مصنوعی داره به صورت خیلی علنی و با هزینه‌های بسیار داره پشتیبانی میکنه. بله، حمایت میکنه. ولی خب هوش مصنوعی واقعا به کجا قراره بره، به چه سمت کشیده بشه، هر روز داره ما رو شگفت زده میکنه. بله. اینکه خیلی راحت ما بتونیم اینجا به زبان خودمون ریلز بذاریم و اونور به هر زبانی که میخوایم این ترجمه بشه، واقعا یکی از شگفت زده ترین حالت. حالا من این حرفو میزنم شاید خیلی از بینندگان عزیز بخندم، ولی در آینده هوش مصنوعی به جایی میرسه که برام میره از بقالی ماست و پنیر و دوغ و همه چی هم خرید میکنه. میگم الان به صورت خنده انجام میشه، ولی بعداً به حرف من میرسیم میگیم پروفسور میلاد چیکار کرده با همون. به هر حال هوش مصنوعی قراره ما رو به خیلی چیزای دیگه هم با دهن باز ببینیم و تماشا کنیم این هوش مصنوعی رو. ولی خب توی این بخش از برنامه بهتره بریم استارهای این هفتمون رو ببینیم و برگردیم. بله، بخش جذاب اطلو استار، بریم بیایم. سلام، سودا هستم، ساکن ارومیه و از سال 97 که کار ادمینی رو انجام میدم. چرا شغل ادمینی رو انتخاب کردم؟ چون من میتونم به طور همزمان با افراد مختلفی در ارتباط باشم و باهاشون کار کنم. چرا اطلو رو انتخاب کردم؟ چون اطلو منو به افراد مختلف در لوکیشن های دور و نزدیک از من، حتی ممکنه که این افراد تو شهری که من زندگی میکنم هم نباشن، وصل میکنه و من میتونم که نیازهای اون افراد رو برآورده کنم. ممنونم از اطلو. سلام، من سینا ایزدخواه هستم، مدیر مجموعه کافه و رستوران نیروانا در شهر زیبای ارومیه کشور ایران. این مجموعه سال 1394 افتتاح شد. این کار رو انتخاب کردیم چون علاقه بسیاری به تعامل و روابط اجتماعی و خدمات با مردممون رو داریم. توی کار سعی کردیم کیفیت و برخورد مناسب با میهمانان عزیز مجموعه رو داشته باشیم و اولویت قرار بدیم. مهمان‌های عزیز مجموعه ما همیشه باعث پیشرفت و بهروز شدن ما شدن. دوست داریم همیشه بهترین باشیم چون شما لایق بهترین هست. و در آخر اطلو رو انتخاب کردیم چون پل ارتباطی بین ما و شما مردم عزیزمون در سراسر دنیا هست. من شیرین حسینی، مؤسسه گالری هنری چهرسال در شهر زیبای ارومیه هستم. حدوداً 30 ساله که مشغول فعالیت‌های هنری مخصوصاً رشته نقاشی هستم. معتقدم که زاده شدم تا یک هنرمند باشم. هنر عشق من به زندگی و رسالت وجودی من هست. سالهاست که آموزش میدم، هنرجوهای زیادی دارم و این کار رو با علاقه، با عشق انجام میدم و شاید دلیل اینکه هنردوستان همیشه منو انتخاب کردن این باشه. افتخار میکنم که انتخابشون بودم و من هم اطلو رو انتخاب میکنم تا روح نقاشی های من در سرتاسر دنیا جریان داشته باشه. خب استارهای این هفتمون رو هم دیدیم. واقعا من خودم خیلی کیف میکنم وقتی میبینم که ایرانی ها انقدر
برای پیشبرد اهدافشون تلاش میکنن و ما هم اومدیم برای حمایت از اونها به صورت رایگان استارها رو گذاشتیم که بتونیم حداقل یک قدمی در کنارشون باشیم و ازشون حمایت بکنیم. شما هم میتونین استار هفته آینده ما باشین. خیلی ساده است. فقط با یک گوشی تلفن همراه، نصب سوپر اپلیکیشن اتلو و معرفی کسب و کارتون. کسب و کار خودتون. خب پس از این همه صحبت و دیدن بخش‌های متنوع، جا داره یک کم صحبت کنم در مورد اپلیکیشن اتلو که اومده با مسئولیت اجتماعی که بر عهده گرفته از کسب و کارها حمایت کرده. مردمی که توی کشور عزیزمون ایران هستن، دغدغه‌های مالی باعث میشه که نتونن مشاغل خودشون رو به نحو احسن برای به دست آوردن سرمایه‌های بیشتر در واقع معرفی کنن به مردم، به جامعه یا اصلا به دنیا. چرا که نه، ما که اومدیم اینجا که با اپلیکیشن کسب و کار همه رو جهانی بکنیم. جدایی از اون بهتره که با توجه به اینکه در کنار در واقع اون حمایت از کسب و کارها، حمایت از استعدادهایی رو داشته باشیم که در ایران ما به صورت خفته وجود داره. ما بزرگترین استارتاپ هایی رو در کل دنیا که ایرانی هستن، مدیران اجرایی بزرگ، شرکت های خفنی که مدیران اجرایی دارن که ایرانی هستن. بله، چرا باید مهاجرت های دور داشته باشیم اما این استعدادهایی که تو کشورمون هستن به دلیل نداشتن سرمایه، به دلیل حمایت نشدن از دولت، شرکت های خصوصی قدرتمندی که نمیان این استعدادها رو به سمت خودشون جذب بکنن، چرا که رابطه و ضابطه میخواد. خب من یه خبر خوب دارم، همینجا بهتر اعلام بکنم. بله. مهمان ویژه‌ای که من این هفته دارم و یکم دیگه قراره که بشینن جای شما و ما باشون صحبت بکنیم، دقیقاً راجع به این استعدادها، مخترعها، اشخاصی که پروژه هایی برای ارائه دارن ولی حمایت مالی ندارن و نمیتونن به بهره وری برسونن رو با ایشون قراره که پیش ببریم و ببینن که کشوری مثل ترکیه داره مسیر کشورهای اروپایی رو طی میکنه و این کمک ها رو داره به این افراد میکنه تا اونا بتونن پروژه های خودشون رو به بهره وری برسونن. خب پس بخش جذابی رو باید داشته باشیم، حتما پربیننده خواهد بود. هرچند که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد، ولی من میرم، شما قسمت بعدی برنامه رو ببینیم. بریم با هم با مهمان ویژمون باشیم و برگردیم. در این بخش از برنامه در خدمت مهمان ویژمون هستیم، جناب پروفسور سعادت نژاد عزیز. خیلی خوش آمدید جناب پروفسور سعادت نژاد به برنامه ما. خیلی ممنون، متشکر هستم از اینکه دعوت کردید. متشکر هستم. خواهش میکنم، قدم رنجام فرمودین. لطف میکنین خودتون رو به بینندگان عزیز معرفی بفرمایید. بله، من از دانشگاه تکنیک استانبول مهندسی فیزیک تمام کردم و پروفسوریم در مدیریت هست و در 2 دانشگاه هم دارم فعالیت میکنم و شغلم هم اکادمیسین هستش در دانشگاه تکنیک استانبول. خیلی هم عالی. جناب دکتر اصالتا ایرانی هستین، درسته؟ بله، پدرم ایرانی بود. خیلی هم عالی. سفری به ایران داشتین، راجع به این موضوع میخواستیم یکم صحبت کنیم باهاتون. آخرین بار 15 سال پیش بود و خیلی میرفتم میامدم، با شرکت نفت بیشتر کار میکردم و دیگه از 15 سال به بعد دیگه فعلا کاری نکردم. خیلی هم عالی. الان توی چه زمینه‌ای دارین فعالیت میکنین؟ در زمینه‌های پروژه مهندسی کشاورزی، بعد نفت و تکنولوژی در بهداشت، بیشتر در پروژه های تکنولوژی داریم کار میکنیم. قبل از برنامه ما با جناب پروفسور یه صحبتی داشتیم، اینکه راجع به اختراعات و استعدادها، میخواستم راجع به این زمینه یکم بیشتر با هم صحبت بکنیم، بینندگان این تخصص شما رو بدونن.
بله، در تمام دانشگاه ها ما اوفیسریم به نام TTO تکنولوژی ترانسفر اوفیس و در تمام دانشگاه بیشتر دانشگاه هستش. و بعد TTO میره تکنوکنت، چون که پروژهشون زیادتر میشه. پروژه که زیادتر میشه بایستی حجم پروژه رو بایستی نسبت به اون هم لابراتوار باید حاضر کنن و هم بایستی استاد دانشگاه بایستی بگیرن و ادامه بدن. بیشتر در دانشگاه ها فعالیت داریم. درسته. بینندگان عزیز، این برنامه ما مختص افرادی هست که استعداد دارن، اختراعات دارن، پروژه هایی دارن که دوست دارن به بهره وری برسونن. جناب پروفسور در اینجا هستن، حضور دارن در کنار ما تا در این زمینه ما رو راهنمایی بکنن. کشور ترکیه اقداماتی انجام داده که از سراسر دنیا داره این اشخاص رو کشف میکنه و بهشون کمک میکنه. حالا توی این بخش من از جناب پروفسور میخوام که راجع به این موضوع که چجوری همراهی کنن با افرادی که پروژه هایی برای بهره وری دارن، میخواستم که یه سری توضیحات به ما بدن. بله، در قسمت لیسانس بیشتر میاد، چون که خب تز دارن، برای تزشون و مقالهشون بایسته یه پروژه باید ارائه بدن. گرچه در لیسانس مقاله کمه، درسته، اما در فوق لیسانس و دکترا و پست دکترا مقاله زیاده و بیشتر این مقاله ها و پروژه هاشون رو البته که میارن با TTO پیش میرن و ما به عنوان TTO براشون کمک میکنیم که فیزیبیلیتی هاشون رو به ریویزه بکنیم. بعد اینکه ریویزه کردیم بدیم به وزارت. حالا بس که در به پروژه مربوط به صنایع و تکنولوژی هست میفرستیم وزارت صنایع. اگه مربوط به بهداشت باشه به وزارت بهداشت میفرستیم. کشاورزی باشه به وزارت کشاورزی چی میفرستیم. و اینها بعد از اینکه پروژهشون اوکی شد یا کانفرمش رو گرفتن، بعد میرسه به گرفتن وام، یعنی پول. بله. وام اشتباس، یعنی گرفتن فینانس. بله، فینانس. و از کوسکپ توبیتاک کمک میگیریم و بهشون پول میدیم و به پروژه پول میدیم. درسته. و پروژهشون رو پیاده میکنن. راجع به این فینانس یک توضیحی به بینندگان بدیم، اینکه شرایط فینانس چجوریه، بازگشتش به چه صورته و چه مبالغی داره. بله، پروژه که ارائه دادن اگر تا 3 میلیون تیله باشه خود کوسکپ میتونیم ازشون بگیریم. بله. اگر مابین 3 میلیون و 10 میلیون باشه توبیتاک انجام میده، از اونجا میتونیم بگیریم. اگر از 10 میلیون بیشتر باشه تا 50 میلیون میتونیم از وزارت تکنولوژی، بله، از خود وزارت بگیریم. حالا بستگی داره به پروژه، از اون وزارت مربوطه میگیریم. درست. و 60% بدون بازگشته، تماما میره به پرسنل و دانشجو و استاد دانشگاه که حقوق میگیرن و در واقع 60% این هزینه رو بابت راه اندازی کارهاشون صرف میشه و بدون بازگشته. بدون بازگشت. و 40% هم بازگشت داره، چون که وسایل لابراتوار یعنی آزمایشگاه اینا چه خرید میشه. درسته. خب این لوازم که خرید میشه دیگه نمیتونیم بگیم لوازم رو بیار بده به ما. درسته. دیگه میمونه برای خودشون، چون میمونه برای خود دانشگاه یا خود اون پروژه. اینو در عرض 10 سال بدون بهره به ما برمیگردونه. 40% 10 ساله فوق‌العاده است به نظرم برای اشخاصی که پروژه هایی در دست دارن. این حالتی که در نظر گرفته شده 60% بدون بازگشت و 40% با بازگشت 10 ساله یک شرایط فوق‌العاده ایه.
جناب پروفسور، پروژه های شما با دانشجوهای ایرانی زیادی کار کردین. ما قبل از ضبط با هم صحبت کردیم. میخواستم ببینم دانشجوهای ایرانی رو در چه سطحی میبینین؟ اتفاقا خیلی باهوش هستن و خیلی پروژه خیلی خوبی میارن و مسلط هستن به پروژه و ما هم سعی میکنیم بهشون خدمت خوبی بدیم و از این پروژه سعی میکنیم بدون که هزینه از خودشون بره، هزینه از خود دولت میگیریم بهشون میدیم که این پروژه به ثمره برسه. درسته. هوش و ذکاوت ایرانی ها واقعا زبان زد خاص و عامه. امیدوارم که توی این مرحله هم ما بتونیم کنارشون باشیم و کمکشون بکنیم. یک سوال دیگه از شما داشتم، این که خب خیلی از ایرانی ها ترکی بلد نیستن، انگلیسی بلد نیستن، فارسی زبان هستن. به اینها چجوری میتونیم کمک بکنیم در این زمینه‌ای؟ میتونیم کمکی بکنیم؟ بله، چون مشکلی نیست. از استادای ایرانی هم هستن در خود دانشگاه، یا اگر خود دانشگاه اگر استاد ایرانی نباشه درسته، باز بهشون کمک میکنیم، به زبان خودشون فیزیبیلیتی ها رو حاضر میکنن. بعد از اینکه چک کردیم و فیزیبل بودنش رو به ثمره رسوندیم، بعد ترجمه انگلیسی چه میکنیم و بهشون میتونیم کمک کنیم. هیچ مشکلی نیست، میتونیم به ثمره برسیم، یعنی به زبان مادری خودشون میتونن پروژه رو ببرن جلو. خیلی هم عالی. خب راجع به این موضوع صحبت کردیم. بینندگان عزیز، چون در هفته‌های آتی هم جناب پروفسور مهمان ما خواهند بود، شما از طریق راه‌های ارتباطی که ما اینجا براتون میذاریم میتونین که سوالاتتون رو برای ما بفرستین تا در هفته‌های آتی پاسخگوی شما باشیم. یک مقداری میخوام از خودتون صحبت کنیم برامون. به چه کشورهایی سفر کردین؟ کجاها رفتین؟ و در این زمینه‌ها چه فعالیت‌هایی انجام دادین توی کشورهای مختلف؟ آمریکا رفتم. آمریکا بیشتر برای تحصیلاتم بود و بعد تحصیلاتم سوئیس، هلند، آلمان، هنگ کنگ، هندوستان و چین. در مورد پروژه ها بیشتر سوئیس و هلند و آلمان بود. خیلی هم عالی. خیلی مرسی، متشکرم. اونها چطور بودن توی این زمینه؟ اونجا من با دانشجوی ایرانی برخورد داشتیم و خیلی موفق بودن. من خیلی خوشحال می شدم و پروژه خیلی خوبی داشتن و همین شرایطی که الان ترکیه در اختیار دانشگاه‌های ترک داده، اونجا من خود اون کشور به دانشگاه‌ها سرویس میداد و پروژهشون با نتیجه خیلی خوب میگرفت. از من اگه بپرسید بهترین مهندس در دنیا کدوم کشور است، من میگم ایران. بهترین دکترها در کجاست؟ چون ثابت شده اینها درست در دنیا و اونم بازم میگم اول ایران. یعنی ایرانی‌ها در مورد پزشکی و مهندسی و علوم خیلی خوب هستن و خیلی موفق هستن. ما هم اینها رو میشنویم، خیلی لذت میبریم. امیدواریم که بتونیم کمک بکنیم توی این زمینه به دوستانمون. جناب پروفسور، اگر که کلام آخری دارین ما با شما هستیم تا بشنویم، بینندگان هم بشنون. اگر توصیه‌ای دارین. بله، از جوانای که تازه در دانشگاه دارن میخونن و انتظار داریم که پروژه‌های خوبی بیارن، بیشتر در ماستر و دکترا خیلی انتظار داریم، چون که دکترا تماما تزه، تماما پروژه است، با پروژه باید بری جلو و برای پروژهشون حتما کمک میکنیم که به ثمره برسه و دیگه مقاله رو هم با هم همکاری میکنیم، هیچ مشکلی نیست و امیدواریم فارغ التحصیلان ماستر و دکترا از کشورهای مختلف بگیرن، به خصوص از ترکیه. ما هم امیدواریم. ممنون از وقتی که برای ما گذاشتین. مرسی. امیدوارم که بینندگان این بخش از برنامه برای شما مفید بوده باشه. همونطور که گفتم سوالاتتون رو از ما بپرسین. در هفته‌های آتی دوباره کنار پروفسور عزیزمون خواهیم بود. ممنون از وقتی که برای ما گذاشتیم.
چقدر جالب بود، خیلی قشنگ بود که این پروفسور ترک زبان ما فارسی رو انقدر شیرین صحبت میکرد که من اصلا لهجه اینو نمیدیدم در واقع در صحبتاش، تا جایی که اومد برگشت اعلام کرد که ترکی من فهمیدم. بله. البته اصالتاً از طرف پدری فارس زبان هستن، بله، یعنی بله. ایرانی هستن، ولی خب کلا اینجا به دنیا آمدن، متولد اینجا هستن، اینجا بزرگ شدن، ولی خب 15 سال پیش هم یک سفری داشتن به ایران، همونجوری که توضیح داد. بله، اما صحبت‌های بسیار جذابی کردن جناب پروفسور، با توجه به اینکه دغدغه ذهنی همه این استعدادها و کسب و کارها مالی هستش. بله، این دغدغه مالی رو به صورت فایننس خیلی زیبا اومدن حل کردن با اون مبلغ بسیار به نظر من خوب که 60% هم اعلام کردن که پرداخت نمیشه در واقع. نداره. بله. 40% هم که هزینه با اون زمان طولانی. بله، برای 10 سال بدون بهره. خیلی عالیه. به نظرم اگر شما یا یکی از افراد خانواده‌تون جزو این استعدادها هستین، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که هست با ما در ارتباط باشین. من ساده ترش کنم، ما شغلی رو راه میندازیم، کسب و کاری رو راه میندازیم که از توش پول در بیاریم. برای اینکه بخوایم بیشتر پول در بیاریم نیاز داریم به مردم، به تعداد بیشتری مشتری معرفی بشیم. چه بهتر که از طریق سوپر اپلیکیشن اتلو این کار انجام بدیم. ما شعارمون همینه، اتلو دستیار هوشمند تو، توی همه زمینه‌ها، برای همه کسب و کارها. دوست داریم که حامی باشیم، حمایت بکنیم، چون میدونیم میلاد واقعا تبلیغات نصف بیشتر موفقیته. اگر کسی کسب و کاری رو راه اندازی بکنه ولی هزینه برای تبلیغات نداشته باشه، عملاً اون رو نمیتونه به بهره وری برسونه و ما این مراحل رو برای شما کوتاه کردیم، راحت کردیم، رایگان کردیم که کنار شما باشیم. اگر تولید محتوایی دوست دارین، محتوای خاصی هست که بیننده ها دوست دارن ما براشون تولید بکنیم، حتما باز هم از طریق راه‌های ارتباطی برای ما بذارین تا ما این محتواها رو برای شما بسازیم و بتونیم شما رو قدم به قدم در راه موفقیت به قولی همراهیتون بکنیم. بله، انگلیسی ها هم یه ضرب المثل دارن که توش میگن برای اینکه پیشرفت کنی توی کسب و کار، از هر $100 $99 رو تبلیغ کن، $1 رو بزن سرمایه کارت. اما اینجا ما خیلی 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 ارزونتر داریم اپلیکیشن رو این کار انجام بدیم. رایگان داریم کسب و کارها رو حمایت میکنیم تا جایی که بتونیم. شما هم جزو این کسب و کارها باشین، کنار ما باشین، منتظر پیام‌های گرم شما هستیم تا بتونیم کنار شما باز هم میگم هر طوری که تونستیم بمونیم و قدم به قدم شما رو همراهی بکنیم. بله، به پایان این بخش از برنامه‌مون اومدیم. ولی ما هر هفته در کنار شما خواهیم بود. هر هفته چهارشنبه ساعت 19. ما میگیم 19، شما بگو 7 عصر. درست. در کنار شما هستیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بدرود.